آخر ویدیو یه ترفندی بهت میگم که حتی با کرم پود روزانه هم ماندگاری آرایشت بیشتر بشه. سلام، من مرزیم و به کارخونه کوچیک من خیلی خوش اومدید. همین اول کاری بگم یه کوچولو صدام گرفته به خاطر کسالتی که دارم. نمیدونم شاید اصلا متوجه نشین. من از صبح به همه میگم که صدام تغییر نکرده. همه میگن نه، توهم زدی. ولی به نظر خودم که یه کوچولو تغییر کرده. حالا اگر تغییر احساس میکنید شما به خوبی خودتون ببخشید و دعا کنید همگی با هم که من زودتر شفا پیدا کنم. از سرماخوردگی متنفرم. خب بریم سراغ موضوع ویدیو. آقا امروز میخوام راجع به یه موضوعی باهاتون صحبت کنم. هممون حداقل یه بار به یه عروسی و مهمونی دعوت شدیم که به خاطرش نمیخوایم بریم آرایشگاه و میکاپ کنیم و میخوایم که خودمون تو خونه میکاپ کنیم. قطعا این اتفاق برای هممون افتاده و هممون حداقل یک بار تجربهش کردیم. موضوع ویدیو امروزم دقیقاً راجع به همینه. من قبل از اینکه حالا دوره‌های میکاپ آرتیستی رو برم و به قولی میکاپ آرتیست بشم، این یکی از دغدغه‌های من بود. نمیخواستم برم آرایشگاه و میکاپ کنم و میخواستم خودم رو توی خونه میکاپ کنم، ولی نمیدونستم که چی کار کنم. هر چقدر هم فیلم و آموزش میکاپ توی خونه میدیدم، بازم خروجی میکاپم اون چیزی که باید میشد نمیشد، یا اگه میشد بعد از چند ساعت تغییر میکرد اصلا. یعنی یا رنگش عوض میشد توی عروسی، یا نمیدونم کلا صورتم برق میافتاد، کلا عوض میشد سیستمش. و این دقیقاً مشکلی بود که من قبلا باش روبرو بودم. وقتی که حالا میدونستم این میفته، بذارید من اینا رو بردارم. داشتم میگفتم از اونجایی که من خیلی با دستام حرف میزنم، هیچ چیزی نباید جلوی دستام بشه. یعنی به نظر من یه اشتباه کوچیک تو انتخاب کرم پود میتونه کل میکاپت رو خراب کنه. شاید همون اول خوب در بیاد، ولی بعد از یک ساعت میبینی کلاً به فنا رفته. در طول ویدیو من تفاوت کرم پودهای روزانه و کرم پودهای حرفه‌ای رو بهتون میگم، این که چرا نباید جای همدیگه استفاده بشن، و بعدش 2-3 تا کرم پود حرفه‌ای اقتصادی و کرم پودهای حرفه‌ای لوکس رو بهتون معرفی میکنم که حالا بر اساس بودجهتون بتونید تهیه کنید. در آخر هم میخوام چند تا راهکار بهتون بدم، اینکه چجوری از کرم پود روزانه به جای حرفه‌ای استفاده کنیم. دیدین تو عروسی‌ها یکی کرم پودش چقدر مات و طبیعی و خوبه، ولی یکی کرم پودش براق شده یا به قولی شره شده. این اصطلاح خیلی معمولا استفاده میشه، میگن کرم پودش شره شده، یعنی داره میریزه دیگه از روی صورت. علت این چیه؟ این اول کاری بهتون بگم که ببینید مشکل چیه؟ یه پرس تو هوا معلق بود. و من امروز میخوام اختصاصی روی کرم پود صحبت کنم و اینکه من حتما دلایل دیگه‌ای که باعث خراب شدن کرم پود روی پوست میشه، حالا خوب نمیشینه، پوسته میشه، میماسه یا هر چیز دیگه، حتما براشون ویدیوی جداگونه ضبط میکنم و تمام علتاشو بهتون میگم. حالا تفاوت کرم پود روزانه با کرم پود حرفه‌ای چیه و چرا ما نباید از کرم پود روزانه به جای کرم پود حرفه‌ای استفاده کنیم؟ ویژگی کرم پود روزانه چیه؟ ببینید کرم پودهای روزانه خیلی کاور کمی دارن، یا میشه گفت کاور طبیعی دارن. کلا سیستم کرم پودهای روزانه اینجوری هستش، یعنی جوری ساخته شده که پوست رو خسته نکنه در طول روز. همچنین کرم پودهای روزانه دوام زیادی ندارن، یعنی بعد از چند ساعت متوجه میشین که این کرم پود جذب پوست شده، مخصوصا اگه که این کرم پود آبرسان هم باشه، بعد از چند ساعت قشنگ جذب پوستتون میشه. و اینکه کرم پودهای روزانه رو اگر حالا متوجه شده باشید، بعد از چند ساعت براق میشه یا حالا به اصطلاح برق میفته. اما کرم پودهای حرفه‌ای چجوری هستن؟ ترکیباتش جوریه که کاور بالایی داره و باعث پوشش لک و ناهماهنگی صورت میشه. کرم پودهای حرفه‌ای خودشون دو دستن، یعنی یه سریشون پوشش دهیشون خیلی کمه، یه سریشون پوشش دهیشون زیاده. حتی همون مدلی که پوشش دهیش هم کمه باز قابل مقایسه با روزانه ها نیست. ترکیباتشون جوری ساخته شده که حتی توی طولانی مدت هم جذب پوست نشه یا برق نیفته. بعد اینکه مثلا ماندگاریشون خیلی بالاتره، در برابر تعریق مقاوم هستن، یعنی حداقل ماندگاری که دارن 12 ساعته، حالا بر اساس برند این ماندگاری بیشتر هم میشه. اصلا فرمولاسیون کرم پودهای حرفه‌ای جوری هستش که روی پوست نماسه، خب، یا یه فینیش مات و نیمه مات داره. معمولا کرم پودهای حرفه‌ای
یا SPF ندارن یا اگه داشته باشن خیلی کمه، برای اینکه حالا توی انعکاس نور یا حالا توی عکس‌ها خیلی پوست رنگش طبیعی تر بیفته. پس میشه گفت یکی از بزرگترین دلایل خراب شدن میکاپی که ما توی خونه انجام میدیم اینه که ما به اشتباه از کرم پودرهای روزانمون برای مجالس استفاده میکنیم، برای مهمونی استفاده میکنیم. اصلا اینا کاربرداشون کاملا متفاوته. کرم پودر روزانه واسه یه چیز دیگه است، کرم پودر حرفه‌ای هم واسه یه چیز دیگه. خلاصه بهتون بگم به هیچ عنوان از کرم پودرهای روزانه به جای کرم پودر حرفه‌ای استفاده نکنید، چون بعد از چند ساعت پوستتون برق میفته، اصلا کرم پودر جذب پوستتون میشه، خیلی رد کمی از کرم پودر روی پوستتون میمونه. من اینجا 2 تا کرم پودر حرفه‌ای دارم، خب نارس و استیلادر هستن. این 2 تا پرچم‌دارای کرم پودرهای حرفه‌ای ان دیگه، معمولا دست همه میکاپ آرتیست‌ها این 2 تا کرم پودر هست. حالا چرا این 2 تا کرم پودر انقدر خوب هستن؟ یه خروجی مات و مخملی داره، خیلی خوب روی پوست میشینه. و هم نارس برای پوستای خشکه و استیلادر برای پوستای چرب. اینا لوکس هستن و قیمتشون بین فکر می‌کنم 2 تومن تا 4 تومن باشه. الان به خاطر اینکه دلارم خیلی زیاد شده فکر می‌کنم قیمتشون خیلی بیشتر شده باشه. یه نکته من همینجا بگم، همونطور که کرم پودر روزانه به هیچ عنوان نمیشه جای حرفه‌ای استفاده کرد، بچه‌ها کرم پودرهای حرفه‌ای هم به هیچ عنوان جای روزانه استفاده نکنید. اما برای اینکه یک کرم پودر حرفه‌ای اقتصادی توی خونه داشته باشید، برای حالا مجالسی که می‌خواید خودتون رو میکاپ کنید، از چه کرم پودری استفاده کنید؟ به نظر من بین کرم پودرهای اقتصادی و حرفه‌ای لورئال یک کرم پودر 24 ساعته داره که به شدت خوبه، قیمتش هم زیر 1 میلیون هستش و من دیدم حتی بعضی از میکاپ آرتیست هایی که مبتدی هستن هم از اون استفاده میکنن چون کاورش خیلی خوبه. یکی دیگه هم هست از برند میبلین، سوپر استی فکر میکنم که اون هم باز خیلی کرم پودر خوبیه. من خودم ابتدای کارم از میبلین سوپر استی استفاده میکردم. کلا لوازم میبلین لوازمی هستن که خوب اقتصادی هستن و چیز درست درمونی هم هستن. پالت‌های سایه‌ش هم هستن خیلی پالت‌های خوبیه و میتونید از پالت‌های سایه‌اش استفاده کنید. حالا بحث سایه ها رو باز من براتون یه ویدیو پر میکنم چون یه سری سایه ها تغییر رنگ میدن. بعداً توی ویدیوهای بعدی بهتون میگم که چه سایه هایی تهیه کنید که حالا تغییر رنگ ندن و چه برندهای اقتصادی هست که میتونید از اونها تهیه کنید. من اینجا 2 تا کرم پودر روزانه هم دارم، 2 تاشون از بورجویس هستش. این ایرمت هست، این مدل فکر می‌کنم هلسی میکس هستش. این مدل که خیلی سبکه، من اصلا از این به عنوان روغندهی به کرم پودرهای حرفه‌ای استفاده می‌کنم. از این یکی هم میشه گفت روزانه حرفه‌ایه، یعنی میتونید به عنوان حرفه‌ای ازش استفاده کنید. چرا؟ چون که ایرمت یه پوشش‌دهی خیلی خوبی داره، ترکیبش با کانسیلر و کانتور چیز خوبی از آب در میاد. و اما جواب سوالی که بهتون قول داده بودم، احتمالاً تا الانم منتظر همین بودین، چطور میتونیم از کرم پودر روزانه به جای حرفه‌ای استفاده کنیم؟ در شرایطی که بودجهشو ندارید یا نمیخواین هزینه کنید که کرم پودر حرفه‌ای تهیه کنید، چطور میتونیم از کرم پودر روزانه به جای حرفه‌ای استفاده کنیم؟ اولین راهکار چیه؟ اینکه حتما قبل از اینکه از کرم پودر روزانه استفاده کنید پرایمر بزنید. اونم نه هر پرایمری. ببینید ما برای پوست خشک یه پرایمر داریم، برای پوست چرب یه پرایمر داریم. اگر پوستت خشکه از پرایمر آبرسان استفاده کن و اگر پوست چربه از پرایمر مات کننده استفاده کن. تکنیک دومی که میتونید روی کرم پودر روزانه پیاده کنید و به جای کرم پودر حرفه‌ای استفاده کنید چیه؟ لایه سازی اصولیه. ببینید ما توی زدن کرم پودر تکنیک لایه سازی رو داریم. یعنی چی؟ یعنی که یهو نمیایم کلی کرم پودر روی صورتمون بزنیم و بعد شروع کنیم به بلند کردن. نه. اول یه لایه خیلی نازک از کرم پودر رو میزنیم روی پوست که پوست اونو جذب کنه، قشنگ نفس بکشه. بعد میایم لایه دوم رو میزنیم، خیلی آروم بلند میکنیم. معمولا رو از ناحیه فک شروع کنید به کرم پودر، یعنی از اینجا شروع کنید بیاد به سمت بالا. اگر احساس کردیم پوششش خوبه که خب دیگه نمیزنیم، ولی اگر دوست داشتید پوشش بیشتری داشته باشید لایه بعدی رو میزنید. اینکه بخواید یه حجم زیادی از کرم پودر یهویی روی پوست بزنید، پوست شوکه میشه، کرم پودر نمیتونه جذب خودش کنه و کرم پودر روی پوست میماسه. تکنیک بعدی که میتونیم روی کرم پودرهای روزانه پیاده کنیم ترکیبشون با اسپری فیکس هستش، اما نه خیلی زیاد. میتونید یه قطره اسپری فیکس به اون مقدار کرم پودری که میخواین به پوستتون بزنید اضافه کنید و بعد کرم پودر بزنید. اسپری فیکس باعث میشه که ماندگاری کرم پودرتون بیشتر بشه و یه فینیش طبیعی تری بهتون بده، یه خروجی طبیعی تری بهتون بده. و اما تکنیک آخری که میتونید روی کرم پودر روزانه پیاده کنید و به جای حرفه‌ای استفاده کنید
استفاده از تکنیک پودر فیکس یا بیکینگ هستش. یعنی اینکه میایین روی کرم پودرتون یه لایه نازک پودر فیکس میزنید، یا اینکه توی نقاط تی صورت، حالا پیشونی، بینی و فک هستش که این نقاط معمولا بیشتر چرب میشه، میتونید پودر فیکس بزنید. پودر بیک هم که معمولا بیشتر برای در واقع زیر چشم و خط لبخند هستش که اونجا حالا خطوط ریز وجود داره و ممکنه که کرم پود اونجا جمع بشه. این هم از ترفنده و تکنیکایی که میتونید روی کرم پود روزانه پیاده کنید و به جای کرم پود حرفه‌ای استفاده کنید. امیدوارم که از این ویدیو نهایت استفاده رو برده باشید و بتونید که از این نکات توی میکاپتون استفاده کنید که یه میکاپ خیلی شیک‌تر و بهتری داشته باشید. مرسی که تا اینجای ویدیو موندین و مرسی که ویدیوی منو تا انتها دیدین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که لایک کنید و اگر هم از این سبک ویدیو خوشتون میاد که حتما کانال منو سابسکرایب کنید، چون توی کانال من کلی از این ویدیوها پیدا میشه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.